فصل بهاران تمام گوشه و اطراف این سرزمین بهشت سیما تاجیکستان عزیز سبزپوش و گلبدامان باز هم دلربا و مفتون کننده می گردد. صبحگاهانش عطرآگین، صوت و نوای بلبلان نغمه پردازش تا به فلک، آسمانش کبود نیلابی است که این نعمت‌های گرانبهای کردگار به هر یکی ما نور و نیروی زندگانی می بخشد. راه‌ها را پیوندگر دلها نامیدند، زیرا این مسیر ما را از یک گوشه به دیگر گوشه دیار گاهی برای سفر به دیگر کشورهای روی عالم نیز هم نفسند. در دوران استقلال دولتی صفت راه‌های مملکت ما به مراتب بهتر گردیده، آنها با طور زمانوی منفرش و آباد گردیدند. از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز تا ناحیه رشت مسافه راه 187 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. همکنون در این راه نقب‌های بر هوا و جوابگو به استاندارد جهانی به استفاده داده شدند که راه مسافران را به این سمت آسان و قولای گردانیدند. این نقب‌ها با نام آریان 35 سالگی استقلال دولتی و وحدت می‌باشند. در این منطقه تاجیکستان مطابق اقلیم باد و هوا بیشتری درختان و گلوگیاه در ماه اپریل شکوفان می‌گردند. اطراف با چادری مخملین سبز، طبیعت این گوشه دیار حالا گلبدامان و آسمانش روزی سفر ما نیلگون و دلربا می‌نمود. برخی قله‌های کوه‌های سر به فلک هنوزم برف پوشند و در یک نگاه چند رنگی طبیعت به دیده‌ها سرور می‌بخشد. اینک ما رسیدیم به نزدیکی دروازه رشت که در دوران استقلال دولتی از جانب صاحبکاران بلند همت و طور منقش و زمانوی ساخته به استفاده داده شده است. اینک بهار گلبدامان به این گوشه دیار برشتان زمین نیز قدم رنجه نمود. طبیعت همه سبز و خورم، درختان گلپوش و مردمان دیار باشند پیکار و پیکاری بهاری هستند. ما کارمندان اهل ایجاد تلویزیون علم و طبیعت به این گوشه زیب و منظر دیار قدم رنجه نمودیم تا از رسم آیین، تا از فرهنگ، تا از تجلیل نوروز بین المللی شما را آگاه نماییم. پس برنامه‌های تلویزیون علم و طبیعت را همراهی نمایید. اولین منظره دلربایی که دلخواه بیننده را به سویش جلب می‌کند و مهمانان را به طبیعتی طرب‌انگیز این گوشه دیار مرحبا می‌گوید، این باغ اینتنسیوی می باشد که طی سالهای آخر بنیاد گردیده در ماه اپریل همه درختانش سرسبز و گل پوشند. در قطار درختان میوه دهنده در این باغ دلربا حالا چندین نوع درختان آرایشی نیز نشو و نمای عالی دارند. در نزد دروازه رشت این باغ‌های گلبدامان و سبز و خرم و بنیاد یافته دوران استقلال هر یک بیننده را مفتون می‌کند و چطوری که شما می‌بینید الکی اینجا آبادانی شده است، گل و گلکاری شده است و هر یک درختان به طور خود گل کردند و این فضا به روح و جسم هر یک بیننده بی‌محابا حلاوتی دیگر می‌بخشد. در دوران استقلال دولتی در این گوشه دیار نیز باغ‌های اینتنسیوی پرورششان به راه مانده شد. امسال در برابر باغ‌های اینتنسیوی درختان آرایشی نیز چطوری که شما می‌بینید در این باغ به گل کردن آغاز کردن و دلخواه بیننده را مفتون می‌سازند. مطابق به وضع باد و هوا در این گوشه دیار می‌توان گفت که چنین درخت‌های آرایشی نیز در اینجا خوبتر می‌سبزند. در این سفر کاری خویش ما برای ثبت برنامه نوروزی به این گوشه دیار سفر کرده بودیم. خبری به استفاده دادن یک زمره کارگاه و تالارهای فرهنگی و ورزشی و معیشی به گوش ما رسید. از جانب رئیس ناحیه رشت و گروه مهمانان نخست در جماعت کلابه ناحیه رشت تالار ورزشی که از طرف صاحبکاران وطنی به طور زمانوی بنیاد گردیده بود منظور مهمانان گردیده برای بهره برداری نورسانی که به نوع‌های گوناگون گوشتین میل و رغبت دارند مورد استفاده قرار داده شد. بیشتر نوروز یادی رشت کردم، خیالی آبی سردی پنج کردم،
خیالان دست بردم سوی هر سنگ که هر سنگش خیالی گنج کردم. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم، نو قصه بپرداز به نوروز رسیدیم. در پرده گل نوا کرده پریشان، ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم. خندیم به نوروز که غم بنده شود، برگی ثمری شکوه ارزنده شود. هرگز نگذاریم که این خنده به سال، از مرز شکوه فزاری دل کنده شود. در دوران استقلال دولتی در ناحیه رشت در قطار چندین انشاءات‌های معیشی و مدنی، اینچنین فروشگاه‌های زمانوی و دیگر کارخانه‌های خرد استحصالی از طرف صاحبکاران خرد و میانه وطنی برای بهتر گردیدن روزگارداری ساکنان ناحیه ساخته مورد بهره برداری قرار گرفتند. به استقبال جشن نوروز بین المللی، کارخانه قنادی نانسرای در جماعت سریپول به استفاده داده شد که در این سیخ نانبراری بیش از 10 نفر بانوان را به کار دائمی تأمین نمودند. نام بود چون جان آدم قوت و درمان آدم. اینک در عرفه جشن نوروز بین المللی در ناحیه رشت سیخ قنادیه برای استفاده مردم پیشنهاد گردید. مسلم است که در این جا نیز نانهای انواع گوناگون از قبیل 16 نوع برای میزبان پیشکش می‌گردد تا در این گوشه دیار نیز مهمانان و ساکنان از نانهای بالذت این گوشه استفاده برند. چنانه که مسئولین این کارخانه قنادی یادرس گردیدند، بیش از 16 نوع نانها و کلچه‌قندهای گوناگون طعم از آردهای نوع‌های گوناگون در این سیخ آماده کرده شده و در این فروشگاه منظور میزبان گردانیده می‌شوند. فضای رشت تا رفت تاریک می‌شد. جای روشن و نور را آسمان پرستاره و شب چراغ‌ها زینت می‌دادند. میدان سامانی ناحیه رشت به اتریبوت‌های جشن نوروز بین المللی آرا داده شده بود. آدمان احیان به نظر می‌رسیدند. گروه ایجادی ما نیز به تماشای مرکزی ناحیه شهرکی غرم برآمدیم. در آغوش گلستان و چمنستان‌های سبز و خرم رشت اینک رسیدیم به مرکز ناحیه به شهرک غرم. زندگی شامگاهان در اینجا با اوج و موجش ادامه دارد. مردم همگی آماده میگیرند تا فردا در این میدان زیبا تجلیل نوروز بین المللی را یکجا با خرمی با شکرگزاری از صلح و ثبات پایدار کشوری عزیزمان تاجیکستان کنند. پس برنامه ما را همراهی نمایید. برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت فیروز. همایون بادت این سال و همه سال، مبارک بادت این روز و همه روز. آفتاب امروز عمر را در ناحیه رشت استقبال نمودیم تا از تجلیل نوروز بین المللی برای شما برنامه جالب و دیدنی روی نوار آوریم. پس برنامه‌های تلویزیون علم و طبیعت را حتما همراهی نمایید. در برابر طلوع خورشید عالمتاب این سحر صدای کرنه و سرنه به گوش مهمانان و باشندگان مرکزی ناحیه میرسید. اکنون میدان سامانی شهرک غرم با فضای ایدانه تنین جشن نوروزی عالم افروز میکرد. پیروبرنای ناحیه با لباسهای ملی ایدانه به سوی بزمگاه شتاب داشتند و ساکنان هر یک جماعت گوشه خویش را با محصولات ایجاد کرده و دستان ماهر آرا داده بودند. کس از تماشای چنین رنگارنگی‌های زندگی به وجد آمده با شکرگزاری وسیع وحدت پایدار این میهن میکند. صحنه میدان امروزه در ناحیه رشت تنین نوروز را بازگو کننده است و در این مرکزی که شما میبینید آمادگی میگیرند برای استقبال مهمانان هنرهای مردمی از قبیل ساختن اسباب‌هایی که برای کار دهقان را آسان کردند، داست و تبر، بالغه و دیگر اسباب‌هایی که در روزگار مردم ما همه روزه استفاده میشوند آرا داده شده است. در این طرف باشد هنرهای دستی از قبیل تراشیدن طبق و گهواره، تخته برای بریدن آش توپه و دیگر انواع روزگاری که هر روز به بانوان تاجیک در کار میشوند به معرض تماشای بینندگان گذاشته شده است. این گهواره شما میبینید در جماعت 19 ساخته میشود
шояд барои садсолаҳо طفل تاجیک در این گونه گهواره ها جنبانیده می شود و او خراب نمی شود. یعنی کارش کاری دستی است. به گفته استادان از چوب بید آماده می شود و کفالتش نزدیکی 100-150 سال است. در این روی میز که شما می بینید ماهی هایی که در این گوشه دیار پرورش کرده می شوند به نمایش گذاشته شدند که یکی از معمول ترینشان گل ماهی می باشد که می گویند که ترکیبش از ویتامین فسفر بای بوده به سلامتی جسم و روح انسان فایده زیاد دارد. در این گوشه نمایشگاه تمام رستنی ها و میوه‌جات هایی که برای سلامتی روح و جسم انسان فایده بخشند و به واسطه در دشت و کوهسار ناحیه رشت می رویند به معرض تماشا گذاشته شدند. از قبیل دانه های در اینجا سیب خشکانیده شده، خشک شده درخت انگید، در اینجا از درخت زلال، در اینجا چطوری که می بینید نسترن یا خوچکی در این منطقه نام بر میکنند و شربت هایی که از تمام این گونه رستنی ها آماده می شود و انیخترش در برطرف کردن بیماری قند یا کم فایده بخش بودنش مساعدت خواهند کرد. در این میز نوبتی شما می بینید شربت از تمام میوه هایی که در این گوشه دیار می شوند و از رستنی های شفابخش از قبیل میگویند که راو یا راوشک میگویند یا میگویند چکری، یک علف ترش است که این نیز در برطرف کردن بیماری قند مساعدت میکند و حتما وقتی که به این منطقه سفر میکنید از این شربت ها استفاده برید. رشتان زمین نیز تاریخی خیلی قدیمه دارد و در این گوشه که برای نوروزگاه منظور مهمانان و ساکنان ناحیه میگردد و تاجیکستانی عزیز گوشه است که اسباب‌های قدیمی که هنگام روزگارداری مردم این منطقه استفاده می‌شدند به معرض تماشا گذاشته شده است. از قبیل آفتابه‌هایی که از مس آماده شدند و کفش‌هایی که از چوب آماده شدند. در اینجا شکلی کتاب‌های قدیمی که با زحمت دستی نگاشته شدند و در این دستی من باشد نمونه کتاب فهرستی نمونه های محلی سیبوناکی باغی بوتانیکی کوهسار عجمی ناحیه رشت در تاجیکستان. یعنی رشت چطوری که به شما بینندگان عزیز معلوم است با میوه های گوناگون خود در عرصه تاجیکستان و بیرون از آن خیلی معمول و مشهور گشته است. در این گوشه باشد دانگی‌هایی که به واسطه در این منطقه پرورش می شوند به معرض بیننده گذاشته شدند. از قبیل لوبیا، نخود، ماش، گندم و چندین دانگی‌هایی که به سلامتی روح و جسم انسان فایده زیاد می‌بخشند. کوزه سفالینی که در دست من می‌بینید این نیز زحمت دستی است و این گونه کوزه‌ها برای نگه داشتن دور از حشرات ترکیب دانگی‌ها نگهداری کرده می‌شوند و در خانه و کفالت داده می‌شود که تا نزدیک 1-2 سال این دانه‌ها در اینجا از حشرات حفظ و امین می‌مانند. بیننده عزیز چیزی دیگری که دقت ما رو در ناحیه رشت جلب کرد این به نمایش گذاشتن این گونه کدوها که این رو من بار در خردسالی دیده بودم. نامش کدوی آب است و بعضا ناس کدو نیز میگویند و این کدو رو باشد از کشور ترکیه به تاجیکستان آوردن و او رو تنبور کدو نیز گویند چون به اسباب موسیقی شباهتی زیاد دارد و در سال اول است که در ناحیه رشت با این طرز پرورش و رشد و نمو کرده است. در این گوشه نمایشگاه عسل رشت به نمایش گذاشته شده است. رنگ عسل در ناحیه رشت در وابستگی با تغییرات منطقه هایی که گل های رنگه دارند خیلی تفاوت دارد و طعمش نیز چطوری که بیننده عزیز میبینید یکی رنگی زردچه، یکی سرخ و دیگری کمی سفید رنگ است، اما از جهت طبابتی همگی طبابتی یک خیله دارند. اسباب‌های معاصری که در اینجا می‌بینید برای آسان کردن کار دهقانند و به معرض تماشا گذاشته شدند، زیرا صاحبکاران خصوصی در این ناحیه نیز با مبلغ‌های خودی دسترس می‌کنند و کار خانوادگی خود را و کار دهقانان را کمی هم باشد آسانی می‌بخشند، زیرا در مدتی که کوتاه وقت مصرف می‌شود با این گونه اسباب‌ها ما می‌توانیم که چندین جویک را با تخم تامین کنیم. در این مجموعه که در دست من می‌بینید منطقه های سیاحی ناحیه رشت نگاشته و تصویر شدند و سیاحانی که به ناحیه رشت می‌آیند می‌توانند از این گونه مجموعه های سیاحی استفاده برند و بدون مصلحتگر و راهبلد در این منطقه زیبا منظر تاجیکستان سفر نمایند. در منطقه رشت بنابر معتدل بودن فضای باد و هوا
حتی گاه سال تا ماه‌های ایون و ایول ناک ناحیه رشت و سیب چنین تر و تازه برای مهمانان و خریداران پیشکش می‌گردد و باید گفت که این گونه میوه‌ها که در این گوشه دیار پرورش می‌یابند طعم گوارا دارند و حتما به این گوشه دیار سفر کنید، زیرا سیب و ناک ناحیه رشت را حتما باید استعمال نمایید. در این گوشه برای مهمانان جشن نوروز بین المللی مواد محصولات قنادی و شیری منظور بیننده گردانیده شده است. در دست من شما می‌بینید قایماق محلی است. بنابر آنکه که گاوها در این منطقه بیشتر در کوه و دشت‌ها از رستنی‌های محلی و طبیعی بیشتر استفاده می‌کنند، قایماق این گوشه دیار خیلی سیرافغن است و به سلامتی جسم و انسان فایده زیاد می‌بخشد. در این گوشه باشد شیر، جرغات، چکه و قرود که خیلی برای سیاحان پسند است و نمایش گذاشته شده است. در دوران استقلالیت ساحه کشاورزی به مراتب رشد کرده. پرورش کارتوشکا در این منطقه دیار نیز خیلی در نشأ و نما است و در اینجا در نمایش نوع کارتوشکاهای سامان، تاجیکستان، نمودی پاکستانی که وطنی کرده شده است امروز به نمایش گذاشته شده‌اند. این یک ماه اپریل است و زمین‌های کارم برای کشت کارتوشکا آماده‌اند و دهقان امسال باز نیز چندین نوع‌ها را در زمین‌های کارم کشت می‌کند. که به همه ما و شما معلوم است ماهی اولی بهار است. کشاورزان جماعت دیهاتی اسمند تصمیم گرفتند که در میدان 315 گکتار کشت کارتوشکا را گذرانند. امروز کشاورزان جماعت دیهاتی اسمند تصمیم گرفتند که در نمایش چند نوع تخمی‌های خوشصفتی از جمله پاکستان، نوع پولک‌درازی تاجیکستان و سامان را با نمایش گذارند که این تخمی‌های خوشصفت در جماعت دیهاتی اسمند همه ساله کش کرده می شود، حاصل دلخواه به دست می آورد. عین زمان در میدان 15 گکتار کشت آغاز گردیده است. در همه خواجگی‌های دهقانی و کلکتیوی کشت به راه مانده شده است. انتظار داریم که کشاورزان جماعت وابسته و باد هوا در وقت معین شده کشت کارتوشکا را به آخر می رسانند. در ناحیه رشت چندین نوع دانگی‌ها نیز پرورش می‌شوند و در روزگاری آدمان همه روزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در اینجا چطوری که شما می‌بینید نخودی که به‌واسطه در کوه و دشت‌های این ناحیه پرورش می‌شود، لوبیا، بعضا لوبی چیلگی نیز در این ناحیه می‌گویند و در اینجا گل محصر که آن را بعضا روغنش را و بعضا خود گل را در طعام‌ها برای لذیذ شدنشان و برای طبابت بخش بودن این نوع رستنی پرورش می‌شود. در اینجا باشد دانه جواری مکه، دانه نسک، دانه ماش و گندمی که بیشتر در زمین ها پرورش کرده می شود منظور مهمانان و بینندگان جشن نوروزی گردانیده شده است. در این گوشه نمایشگاه عسل‌های محلی که در ناحیه رشت به واسطه حاصل می‌شوند به نمایش گذاشته شده است. چطوری که بیننده عزیز برای شما ابراز داشتیم، این عسل‌ها وابسته از پرورش مکان و جای زنبور رنگشون تغییر کرده است. یکی رنگ نسبتاً سرخچه، دیگر رنگش باشد در اینجا چطوری که شما می‌بینید زرد است و گاهی می‌گویند که عسلی که چند ساله ها حفظ کرده می شود حتی رنگ سفید را نیز به خود جلب می کند و مهمش برای سلامتی هر یک این عسل فایده زیاد دارد. زنبور عموما در این دیار ما عموما از ماه می سر می شود، رفته همون از کوه این خیلی گردگیر میگیره میبره که این بچندین کسل را داره برای دیل برای عسل دواهای انا بعد این ایرا میره در بچه میتیا بعد با اصل بچه را میتیا همین خیلی اساسات چوار میشه. بعد ماهی 15 ایون علاقه اصل سال میشه میدازبور میگن سال میشه ماه 15 ایون بعد ماه ایون یول اوگوست بعد ما اصل میگیریم. خب در اصطلاح اصل ماه می میگویند از گل‌های تر تازه بهاری است، برای چی در ماه ایون گنداشته میشود و میگویند که اصل ماه می؟ عموما اصل ماه می در ناحیه ما نمیشه برای که ماه می اینجا بارندگی است. اگر مثال بود هوا خوبتر بیاید کمتر میشه و نه که وقتی بارون میگیره میشو میبره. عموما این اصل ماه می در طرفای پختاکور وجود میشه. یعنی در شما ماه ایون یا ایول؟ ماه 15 ایون که سر میشه اصل. زنبور گرفته میبره اصل.
ما اینو و در یک سال چند مرتبه حاصل می‌دهد؟ اکنون یک بار دو بار حاصل می‌شود شکرانه خدا یک بار دو بار خب از بود هوا امسال چی پیشنهاد دارید؟ یعنی که بود هوا چگونه آمده است؟ این سال انتظار دارید خوب می‌شود یا چگونه؟ اکنون الحمدلله خوبه بود هوا و من همین جای ما دمی کمال میگن نرکین کمال هوا امسال بسیاره اگه ما تجربه های ما همون سال هوا باشه اصل بهت خوب بود. در دیگر گوشه نمایشگاه ایدانه مهمانان را برنامه فرهنگی خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه رشت از تربیت گیرندگان باغچه سر کرده تا نمایشنامه از داستان رستم و سهراب شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی خوشنود نمود. هر یک خواننده با ذوق نقش خود را در این برنامه ایدانه اجرا می‌کرد. هنری نامپذیر و سفره آرایی بانوان این گوشه دیار در سراسر کشور معمول و مشهور است، زیرا در این منطقه تاجیکستان چندین انواع نانها را با مهارت خاصه کدبانوگی آماده می‌سازند که هر یک طعمی گوناگون دارد. بیننده عزیز، در این گوشه نمایشگاه نوروز بین المللی در ناحیه رشت انواع نانهایی که بواسطه با دست کدبانان این منطقه پخته می‌شوند به معرض تماشا گذاشته شده است. باور کردنی نیست، ولی نانی که عین حال شما می‌بینید قاقفتیر گویان در هر منطقه با هر نام برده می شود و در تگ آن تقریبا شاید برش یک بر یک باشد اگر مبالغه نشود. و در بالا می بینید انواع چپاتی، فطیر عرگی، اینها را در خویهای دامادی و عروسی بیشتر به خانه خدا میبرند. در اینجا یک نان دیگه است با نام تحمال که با مغز چهارمغز آماده می شود و خیلی طعمش لذیذ است. بالاتر باشد نانهایی که با مویز دانگی و نانهای روغنی هر گونه در این منطقه آماده می شوند. در این گوشه نمایشگاه مواد قنادی از ترکیب کوچک‌قندها و عموما کاری دستی بانوان منطقه رشتان زمین برای مهمانان جشن نوروز بین المللی منظور بینندگان گردانیده شده است. باید گفت که تکنیک معاصر نیز در این منطقه رشد کرده ایستاده است و زنان و بانوان در خانه ننشسته به چنین زحمت‌های دستی مشغول می‌شوند. سالهای رشد هنرهای مردمی در دوران صاحب استقلالی هنرهای قدیمه تاجیکان را باز دوباره احیا نمود. برخی هنرمندان این میراث گرانبها را از پدر و بابایان خویش آموختند و امروزها با محبت آن را دوام داده روزگار پیوندانشان را سیری و پوری میبخشند. در این گوشه نمایشگاه چطوره که شما میبینید منظور بینندگان و مهمانان اسباب و انجامی که به واسطه از درختهای وطنی، از چوبی بید، چوبی زردالو و چوبی توت آماده می شوند منظور بینندگان گردانیده شدند. زیرا خوردن در این گونه اسباب ها هم به سلامتی فایده بخش است و هم یک چیزی هست که یعنی صرف طبیعی. اینک با استای ماهر چیره دست از نزدیک آشنا می شویم. محصولاتی که از طبیعی کرده شدیم که در همین محصولات مقصد اوقات خوردن و مقصد که چیزی که اوزی ошомидани табииян ягон зараровар нестанд. Барои нӯшокиҳо тайёр карда шудем, косаҳо тайёр карда шудем, табақҳои чӯбӣ, қошиқҳои чӯбӣ. ҳамин ҷодаи ҳунарда фарзандонро сафарбар кардагием ки муҳтоҷи ягон ҷо нашаванд, дар ҳамин давлати хидмат, дар ҳамин ватани хидмат осоишта зиндагӣ кунанд. Ба ҳамин ҳунарҳоро мо дар назди Кохи фарҳанг дукон ташкил кардагием ки Кохи фарҳангда ҳамин маҳсулотро мо мебарем, ба мардум дастрас мекунем. Касб аз падару бобоёну мерос мондагие ки зиёда аз 30 сол шид ба ҳамин кор сару кор дорем. мо ба мардум мақсад ки табақ метрошем, чархаи ресмонбофия, говара, сандуқа, ин қафаси кавга, мақсад ки ҳамин маҳсулотҳои чӯбие ки мо метрошем ба дастрас ба мардум мекунем. توجه سیاحان خارج که امروزها به ناحیه رشت خیلی افزوده است و این اسباب‌های اشیای تاجیکانه چگونه است؟ با اشیای تاجیکانه مقصد که بسیار دقت جلب کننده این کاسه‌های چوبی، جام‌های شرابگیری مقصد که ما تیار کرده شدیم. بیننده عزیز چطوره که هم صحبت ما ابراز داشتن این اسباب‌هایی که
در این منطقه آماده می شوند به طلبات زمان جوابگو بوده، بلکه عوض کننده آن اشیاهای ترکیبشان سینتتیکی و غیر قابل قبول است. در این اسباب هایی که با هنر دستی و از چوب وطنی آماده می شوند، خوردن هر گونه شربت و آبها فایده بخش است. و در اینجا شما می بینید طبقه است که شاید در ماه‌ها مصرف شده باشد، برای آماده شدنش 80 به 80 سانتی متر کوادراتی را تشکیل داده است و باور کنید در این شاید خوردن طعام‌های ملی بسا لذت بخش است. در ناحیه رشت بیشتر گهواره‌های جماعت نوده با صفت و ساختشان آوازه‌دار و سرخریدارند. در این نمایش دیگر هنرمند از جماعت جعفر محصول آفریده خویش را منظور مهمانان و ساکنان این جشن ادانه نمود. از اسرار زیبایی و عمر دراز داشتن گهواره و نقش آن برای آرامی طفلان او چنین میگوید. در این گوشه نمایشگاه نیز گهواره هایی که با چوب محلی با چوب بید انیقترش در جماعت جعفر آماده شدن منظور مهمانان و بینندگان گردانیده شد. زیرا میگویند که وقتی که هر یک طفل در چنین اسباب هایی که سالیان زیاد هزار ساله ها عمر دارد طفل آرام میخوابد و از قدیم الایام معین است که طفلانی که در چنین گهواره ها میخوابند خوابی آسوده دارند و این اسباب نیز به طلبات زمان جوابگو است و در همه عصر در خور زنان و بانوان تاجیک است. در نمودن گهواره‌های کلان ما از 10 تا 12 روز وقت خود را صرف می‌نماییم و درخواست برای گهواره‌های میده می‌شود برای کودکان خردسال مردم خریداری می‌نمایند. گهواره‌های میده باشد در دوام 4-5 روز ما یک تا این رو تیار می‌کنیم و این چونین ما از این گهواره ها رو از چوی بید تیار میکنیم، چون که چوی بید نهایت چوی خوب عمرش درازتر میباشد و زیبا و با صفت اعلی آماده میشود. خیلی که شما در دست من میبینید گهواره های خوب کودکانه ما تیار میکنیم برای دخترکان خردسال برای بازی کردنشون. اینها به نهایت خریداران زیاد دارند و با سفارش خریداران ما اینها رو تیار میکنیم. دیگر گوشه نمایشگاه نوروزی را قفس‌های گوناگون که از چوب‌های مختلف ساخته شده آرام می‌دادند. قفس‌ها وابسته به صفت چوبشان و شکل ساختشان از همدیگر فرق کننده اند و به گفته استاد قفس‌ساز سرمشتری‌اند. در تیار کردن همچنین قفس‌ها 2.5-3 ساعت وقت می‌روند. مقصد چوبش از بسیارش چوی لوستر می‌شود پجون، ای چوی ایرغای، ای چوی ارسی، مخصوصا اونو قفس‌هاش چوبش ای خیلی خطای میآیند. خدم راست میگم داوش خیلی 3-4 ساعت زیادتر می‌رود. با چوی بید می‌سازید؟ نه، فقط با چوی خدم لوستر، چوی ایرغای، انا ای چیو شپو هر نمود. برای چی چوب بید برای چوب بید میشکنه بسیار بهتر کیلو میخرش میشکنه با لگ منیم کراس کامینیم. در این روز خاطرمان برای بالید خاطری و خوشنودی مهمانان و ساکنان این ناحیه برنامه تئاتر کنانیده شده نوروزی در میدان ورزشگاه شهرک غرم که برای گنجایش 12,000 تماشابینان ساخته شده است بسا دلنشین برگزار گردید. در این بزم خاطرمان جاویدان نازیموف، محمد رفیع کرامت الله، نازیه کرامت الله، مهرخسار صفیه و دیگر سرایندگان با ترانه‌های دلآشوب به تماشابینان بالید خاطری دوچند هدیه نمودند. تنین نوروز بین المللی در ناحیه رشت با شوق و شور ادامه دارد و مردم همگی برنا و پیر در این میدان به شادی نوروزی جلب گردیدند. باید گفت که امسال در برابر ساکنان ناحیه از تمام منطقه‌های کشور به این نوروزگاه مهمانان جلب شدند، زیرا در نقشه است که بعد از برنامه فرهنگی حتما یک نمود ورزش گوشتین برگزار می‌گردد و در معرض برای غالبان ماشین طبقه معاصر برای غالبان مانده شده است و بهترین پهلوان در این جشن نوروز میتواند ماشین های طبقه معاصر را صاحب شود. پس مرحبا به نوروز این گوشه دیار بر رشتان زمین. در قسمت دوم روز که تماشابینان با ذوق آن را انتظارش بودند، گشتین ملی با شرکت پهلوانان تاجیکستان، ازبکستان و فدراسیون روسیه برگزار گردید.
یادگارترین نوروز امسال در ناحیه رشت بعد از به انجام رسیدن برنامه فرهنگی در نقشه است که گوشتین ملی در اینجا برگزار گردد و صاحبکاران وطنی در این گوشه دیار برای غالبانی که حتی از کشور ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان نیز در اینجا مهمان شدند چون این تحفه ها را آماده ساختند. امیدواریم که تحفه های بهترین صاحبان خود را پیدا میکنند و جوانان تاجیک نیز در سمت ورزش رشد و نمو میکنند. برور به همه پهلوانان و گشتینگیران تاجیک. تشکیلاتچیان این نوع مسابقه در محفل نوروزی مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی در ناحیه رشت و صاحبکاران وطنی این گوشه دیار بودند. برای غالبان مسابقه تحفه‌های خاطرمان از جمله 4 автомашина گذاشته شده بود. ابتدا برای سابقه‌داران نوع ورزش گوشتین، پهلوانان سابقه‌دار تحفه‌های خاطرمان از طرف مقامات ناحیه هدیه کرده شد. سالهای ما هنرنمایی میکردیم اینقدر توفه ها نبودند. امروز اگر کمی حرکت کنی بهترین توفه ها و بهترین شرایط یعنی مهیا شده است. یعنی امروز ها را ما یاد میکنیم. این همه دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که یعنی امامعلی رحمان هم خیلی شرایط ها برای جوانان امروزه مهیا کرده است. باید این را استفاده برند. بهترین پهلوان ها در اینجا هنرنمایی خوب کنند و این شاه جایزه هایی که به حد ارزش خوب دارند با همون پهلوانی که لیاقتمند و یعنی زورآور هستند با همونا مناسب شود. من کارهای بسیار کردم. دیرکتر خواجگی بودم، مدیر مالیه ریان بودم، سلطه دولتی نروبر بودم، اکنون رئیس شورای سابقه‌داران ناحیه بودم. 56 سال کار کردم. آرزوی من است که اول خداوند در جمهوری ما تیجی همونی باشه، سرور دولتی ما دائما میخواد در بین دولت ها سربلند باشه، ناحیه رشت آبادتر گرده، همه را خدا در این بهار به مراد مقصد برسونه. اینک در ورزشگاه رشت که گنجایشش تا 12,000 معین شده است، بیش از 30,000 تماشابین جمع آمده است تا به گوشتین ملی امروز در جشن نوروز نظارت کنند و باید گفت که در وزن 50-65 65-70 75-80 و بیش از 100 خواه آزمایی می شود و امیدواریم که بهترین ها و پهلوانان اصیل به تحفه های ارزنده نایل می گردند. مرحبا به نوروز ناحیه رشت. باعث افتخار است که امروز در تنرهای جشنی اشتراک دارم و تمام مردم تاجیکستان آرزو دارم که تنجی و امانی و دسترخوانی پر از نعمت امروز از تمام گوشه تاجیکستان مهمان آمدن که اون را خیر مقدم میگویم و همه تنجی، آرامی، سربلندی، فضای صلح و صلات آرزو دارم. اصرار میکنم که با تشبوس صاحبکاران 4 نقلیات مانده برای شاه جایزه و باوری دارم که یک عادلانه می شود، شفاف می شود، داوران خوب داوری میکنند و نصیبی که کسی باشد شاه جایزه را حلال شود. ما امروز جوانان رو باید در روی وطن دوستی، میهن دوستی، خودشناسی ملی تربیت کنیم که با ملت و دولتمون خدمت کنند، چون که امروز این فضایی که میبینیم پر از جوانان است. ما هم یک وقت جوان بودیم و افتخار داریم که جوانی ما هم خوب گذشت. آرزو دارم که آینده هم خوب و گوارا گذرد. من پرویز عبدالرحمانوف شهر دوشنبه امروز با ناحیه رشت آمدیم. نوروزی بنیاد نوروزی خوب در وزن 100 کیلو. رقیب من از فدراسیون روسیه بود و وزنش از من یک 20 کیلو بلند بود. بنیاد ورزشگری روز ورزشگری خوب بود. من توانستم اون رو با اصول ایپون با اصول حلال من مغلوب کردم. دیگر هم در مولا رجب خلیفه
من شادیه و نازنین میباشم. توری 2 سال است که با گوشتینگ ملی و زودو مشغول هستم. من 2 کرات چمپیونی گوشتینگ ملی میباشم و 2 کرات دیگر از زودو میباشم. من از خردی هم هوس داشتم که با گوشتینگ روم و من وقتی با کالج داخل شدم من آرزو هوس خودم رو در گوشتینگ دیدم. من با این رشت توری 2 سال است که گوشتینگ هایش میآیم. من خیلی مخلص گوشتینگیری میباشم. من در این جهاز زیر 1 غلبه دارم و میخواهم باز غلبه کنم. یکمی رقیبم را در این مسابقه مغلوب کردم و میخواهم باز با 2-3 نفر دیگه هم گیرم. Assalomu alaykum. Men ismim Mamasharif Botir, O'zbekistondanman. Rashid eliga birinchi marta kurashga kelishim. Hozir 2 ta g'olib bo'ldim. Xudo xolisa avtomobilga kurashishga, avtomobil yutishga umidvor bo'lib turibmiz. وقتی سوار ماشین در ناحیه رشت از یک جماعت به دیگرش می رفتیم، سرسبزی و خرمی و آبادی این گوشه دیار ما را مفتون می ساخت. در صحرا رمه گوسفندان و پاده گاوها با ذوق در میسه‌زاران سیر می کردند و طبیعت با افسونگریش تمام نعمتها را برای انسان فراهم آورده است. تنها شخص با زحمت صادقانه می تواند روزی خویش را پیدا نماید و با شکرگزاری در پیشرفت این سرزمین بهشت سیما سهم ارزنده خویش را گذارد.